جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. فضیلت عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد. عمر ابن خطاب دارای فضلی بزرگ است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در شأن او گفتند: خداوند بر زبان و قلب عمر حق را داده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر فرمودند: اگر پس از من پیامبری می بود، هر آینه او عمر بود. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: در قوم‌های پیش از شما محدثان بودند و اگر در امت من یک نفر باشد، پس او عمر است. حضرت علی ابن ابو طالب خداوند از او راضی باد میگوید: بهترین این امت پس از پیامبران ابوبکر و بعد از آن عمر است. خداوند از آنها راضی باد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.